بسم الله الرحمن الرحیم. در عید سید اضحی سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین بود که قبل از رفتن به عیدگاه چیزی نمیخوردند. امام ابن حبان رحمت الله علیه روایت میکند عن بریده ان النبی صلی الله علیه و سلم، از بریده رضی الله تعالی عنه روایت میکند که رسول الله صلی الله علیه و سلم کان لا یخرج یوم الفطر حتی یطعم. رسول الله صلی الله علیه و در روز عید فطر بیرون نمیشد تا ای که یک چیز نخورد. ولا یطعم یوم النحر حتی ینحر. و رسول الله صلی الله علیه و سلم در روز عید قربان چیز نمیخوردند تا زمانی که قربانی میکردند. عن مالک عن نافع، مالک از نافع روایت میکنه که عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما کان یغتسل یوم الفطر قبل ان یغدو الى المصلی، که عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما پیش از این که به نماز عید برند غسل میکردند. سنت سوم رسول الله صلی الله علیه و سلم در عید این بود که ام عطیه رضی الله عنها میگوید من از نبی اکرم صلی الله علیه و سلم شنیدم که فرمود دختران جوان، زنان محجبه و زنانی که در دوران قاعدگی به سر میبرند میتوانند از خانه خارج شوند و در مجالس خیر و دعوت مؤمنین اشتراک کنند. البته خانم های حائضه ضمن شرکت در مراسم فوق نباید وارد جایگاه نماز یا مسجد شوند. از ام عطیه رضی الله عنها پرسیدند آیا زنان حائضه هم می توانند شرکت کنند؟ ام عطیه رضی الله عنها فرمود بله، مگر در عرفه و جاهای دیگر زنان حائضه شرکت نمی کنند. في ظل الإخاء حمانا الإله من بعد افتراقي لتبقى رباطا تنير القلوب ونحيا دعاة ننير الدروب.